مسئله دوم دقت کنین، کوتاه گپ میزنم. مسح عمومی با احترام رسول الله صلی الله علیه و سلم برداشته شده از دنیا. سابق امتا که گناه میکرد که غضب الله به جوش می آمد، اونا بنی اسرائیل شادی جور کرد، خنزیر جور کرد، چهره انسانی را تغییر داد. قردتا خاسئین، شادی شدن که به شادی بازی هم ارزش نداشت، بوی میداد. به شادی بازی بازار هم دیگه کار نمید. ولی پیامبر علیه السلام که الله فرستاده دیگه آل مسخ عمومی را از این امتش برداشته. در مقابل گناه مسخ عمومی در این امت نیست، ولی در برابر 3 گناه است. این را مسخ جزئی میگن. 3 گناه را در این امت هم که الله متعال بخواه ممکن او گناهگار را چهرهش از خر بگردن. دقیق باشین، کوتاه گپ میزنم. یک گناهگار کدام گناهگار است؟ مقتدیه که پیش از امام رکوع میکنه، مقتدیه که پیش از امام سجده میکنه. ایره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که او امت گپ میفهمی یا نه؟ آیا او کسی که پیش از امام سجده و رکوع میکنه از این نمیترسه که الله صورت زیبای انسانیش از خر بگردانه؟ نمیترسه از این گپ؟ اینجا معنایش است که پیش دستی از امام گناهی است که ممکن در صف نماز در بین مسجد الله صورتش از خر بگردانه. یک دم قهر الله به اینجا محدثین یک نکته میگن، میگو چرا خر مثال داده؟ چرا نگفت که صورتش از اسب میگردانه؟ چرا نگفت صورتش از آهو میگردانه؟ میگو در خر جهالت است، نادانی است. این آدمی تو یک کاری کرده که ملای آمده محراب استاد کرده که تو ملاست، ما به تو اقتدا کردیم. باز در رکوع خودش امام میشه از امام پیش و امام مقتدی جور میشه. این نمیفهمه که من مقتدی هستم و یا امام. اگر مقتدی هستی خوب پیش از امام نرو، و اگر تو امام هستی خیلی مولا امام پیش از تو در محراب چه میگو؟ میگو در مرکب بلادت و احمقی است. میگو در خر در مرکب بعدی جهالت بالاست، از بسی که جهالتش مرکب است نامش مرکب است. دو چند نادانی دار. سوم گپ متوجه باش چه میگیم؟ چرا به خر تشبیه داده؟ میگو خر بیجا صدا میکنه، جایی که جایش است که صدا بکشه در اوجا چپ میگیره. خود مرکب که زیر بار باشه نه، زیر بار که صدا بلند بکنه صاحبش خوشحال میشه که مرکب هم قدر با قوت است که سر 20 سیر بار هم رای نمیزنه. صاحبش دیگه هم دل میگیره چی یک مرکب با قوتی داره. در او وقت که زیر بار است گوشایش لم است، در او وقت صدا بلند نمیکنه. همی که بار اثرش اوسو مندازه و پالان دور میکنه، گاهی ایسو میدوه و گاهی اوسو میدوه، در خاکا پایین بالا خدا میکنه و صدا بلند میکنه بیجا بی وقت. مقتدی هم بیجا کار میکنه، رکوع را باید بجا انجام بده و تابعیت مولا امام. اگر از امام پیش دستی کرد رکوعش بیجاست. این رکوع نه تنها که حال به دردش نمیخوره شاید خر بگرده. این یک گناه است. گناه دوم در حدیث میآید، میگو کسی که به قضا و قدر الهی ایمان نداره، تقدیر قبول
نداره. ممکن الله این گناهگار هم صورتش از خر بگرداند. سوم چیز موسیقی خوانی است. دوستای عزیز دقت بکنین، خوب دقت به این بناست که ما که غم یک دیگه خودم میخوریم ساز دهن باید نگیریم. وقتی که تلاش میکنیم مشکل ما حل شود ساز دهن یکی دیگر را نگیریم. موسیقی خواندنی که مردم میکنه و او را هنر میگن، این هنر دوزخ رفتن به درد نمیخوره. در حدیث همیتو میگه که امکان داره که همی خواننده را الله قهرش به جوش به صورتش از خر بگرد. این گناه سیوم است. اما به احترام پیامبر صلی الله علیه و سلم مسخ عمومی برداشته شده. حدیث با جمعه بعدی تکرار میکنم.